امروز میخوام روغن جیتی رو عوض کنم. این روغن موتورشه با گرید صفر پیست. اینم روغن دیفرانسیله. اینم براتون توضیح میدم چند هزار تا عوض کنید. پس با من همراه باشین. خب بریم قیمتاش رو ببینیم. از چپ به راست اکتان لیکومولی 570 تومن. روغن وریلوب توربو، اینو بعد تعویض روغن میریزیم. اینم 600 تومن. فیلتر روغن 1,300. روغن دیفرانسیل 8,700,000. اینم روغن موتوره که صفر پیست ادینول. اینم فکر کنم حدود قیمتش 3,500 اینا باشه. اینو آقا سهیل مجموعه الکاسا زحمت کشیده برام فرستاده. ممنون از مجموعه الکاسا. توضیح در مورد این مکمل بگم. مناسب موتورهای 08 016 و 020. اینجا هم نوشته اگه زوم بشه. آره 08 016 و 020 نوشته. این برای جلوگیری از سایش قطعات موتوره. الان چند وقته دارم استفاده میکنم چون گرید سرفیس مثل آب میمونه، چسبناک نی. پیشنهاد میکنم از اینم استفاده کنید. راستی چرا من روغن دیفرانسیل رو توضیح ندادم؟ انقدر عجله داشتم این را برسه دستم برم عوض کنم کلا یادم رفت روغن دیفرانسیل رو بهتون بگم. روغن دیفرانسیل باید هر 30,000 کیلومتر عوض بشه. فقط اصلی همین تویتا رو بریزید که LSD رو ساپورت میکنه. مقدار حجم مورد نیازم برای دیفرانسیل 1 لیتر و 2 لیتر هستش.
اصلا من روغن موتور رو عوض کردم، موند روغن دیفرانسیل. استکار خودش اونجا نبود. زنگ زدم باهاش صحبت کردم، گفتش که 3-4 روز دیگه میام ماشینو میاری عوض میکنی. اینم اونجا کلیپشو میگیرم و میذارم براتون ببینید. سلام دوستان، حدوداً 4 روز میگذره از اون کلیپی که براتون گرفتم، روغن ماشین رو عوض کردم. بریم یه سر بزنیم ببینیم اوستا اومده از مسافرت یا نه. بریم. منتظریم کامل تخلیه بشه رو بعد روغن جدید رو اضافه کنیم.